و قول الله سبحانه و تعالی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، همان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید سپس بر عرش استوا کرد. یغشی لیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. شب رو بر روی روز میپوشاند و روز رو بر روی شب میپوشاند. آنها همدیگر رو پیگیری میکنند و آفتاب و ماه و ستاره ها که همه تابع و مسخر با فرمان اویند. آگاه باشد که آفرینش و فرمان تنها از برای اوست. بزرگ و با برکت است آن پروردگار جهانیان. سوره اعراف آیه 54. ان ربکم الله، به درستی که پروردگار شما پروردگار برحق، پروردگار حقیقی الله است، خالق، مدبر، رزق‌دهنده و میراننده و زندگاننده. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آن پروردگاری که آفرید آسمان ها و زمین را در 6 روز، نه از ناتوانی بلکه با حکمت و تدبیرش. روز اول روز یکشنبه بود و روز آخرین روز جمعه بود. در روز جمعه به اتمام رسانید. ثم استوى علی العرش، سپس بر عرش بر تخت قدرت خود استوا کرد. ابن عباس و دیگر سلف صالح گفتند که استوا معلوم و کیف مجهول. استوا معلوم است و کیفیت آن مجهول است. بالاروی و بلند بودن او معلوم است و کیفیت آن چیز مجهول است، ناشناخته است. نه تشبیه و نه تعطیل و بدون تحریف و تکییف اثبات کرده شود. و در دوام چی فرمود؟ یغشی اللیل و النهار، یعنی شب رو با روز، روز رو با شب میپوشاند. هر کدام یکدیگر زود پیوسته طلب میکنند. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات، و آفتاب و ماهتاب و نجوم ستارگان، تمام این کائنات با فرمان اون تسخیر شدند. با امر او، با تدبیر او در گردش هستند. بی امری، تنها با امر او، با اراده او، با قدرت او، نه با قدرت هیچ شیخ و هیچ صوفی، هیچ کس دیگری. الا له الخلق والامر، میفرماید آگاه باشید ای مردم. الا حرف تنبیه است، یعنی آگاه باشید. و لام لام اختصاص است، یعنی تنها او، خاص اوست آفرینش و فرمان روایی و قانونگذاری. یعنی همه آفرینش، همه امر در دست اوست و فرمانده تنها اوست. تبارک الله رب العالمین، چی با برکت از آن پروردگار رب عالمیان. تبارک یعنی عظیم است، بلند است، زیادش خیر و برکت او و او از کمالات و جلال بای است و برکتش بر تمام مخلوقات جاری است. در اینجا بیان می شود که اسم و صفات پروردگار، این آیه کریمه تأکید می نماید که همان پروردگار شما الله است، یعنی تنها او صاحب تربیه، صاحب غمخواری شما. و این آیه تأکید می نماید برهان آفرینش، حجت آفرینش او پروردگار آسمان ها و زمین. دلیل واضح این که عبادت تنها برای او قرار می گیرد. استوای او، دلیل استوای او بر عرش بودن نشان دهنده قدرت و عظمت او سبحانه و تعالی است. و پی در هم آمدن شب و روز، حرکت آفتاب و ماه، ستارگان با قانون دقیق الهی صورت می گیرد. پس آگاه باشید. گفت وقتی این رو فهمیدید آگاه باشید. آفرینش و فرمان از آن اوست، یعنی همه آفریدن، همه کارها از آن اوست. الله خالق آسمان ها و زمین و شب و روز است. پس این را که اقرار نمودی، پس بعد مرحله دوم رو از این اقرار نمایی. پس الله بر عرش استوا کرده است، بالا شده است، بدون تعویل و تعطیل و تکییف. و تمام تغییراتی که در این کائنات می شود با امر اوست، با اراده اوست، شب و روز، آفتاب و ماهتاب. پس در دوام چی گفت؟ فرمود الا له الخلق والامر، آگاه باشه که خلق و امر از آن اوست. و در آخر چی گفت؟ تبارک الله رب العالمین، مبارک است پروردگار، مبارک است. چی با برکت است؟ رب عالمیان. پس این آیه کریمه اساس اصلی توحید ربوبیت را، همزمان دلیل توحید الوهیت را و همزمان دلیل توحید اسما و صفات بیان می‌نماید. چون اگر آفرینش و اراده تنها برای او باشد، پس عبادت نیست، تنها برای اوست، نه برای دیگری، نه برای کسی دیگری. پس معرفت اساسی پروردگار من الله هست. جواب آفریننده است، فرمانده هست، بی نیاز است و من هیچ کس رو غیر او عبادت نمی‌کنم. و اینجا مؤلف رحمه الله تعالی با یک آیت بزرگ از سوره بقره آیت 21 و 22 بر این شناخت پروردگار تکیه می‌کند. اولین امر فرمان الله سبحانه و تعالی بر تمام مردم این عبادت نمودن او با اخلاص و او را با ربوبیت شناختن، با الوهیت شناختن.